من همین الان از امتحان اومدم و ببینیم بقیه روزمو چطوری میگذرونم. این پیش شما حقش رو قبول میکنید و ازش استفاده میکنید. یه کسی که 80 سال در دین و قرآن معتبر شده، حضرت آیت الله عظما شده، یه جمله درباره قیامت و دعا که برخور یک سوم قرآن. فامیلیت قشنگه ولی وقتی من بشم صاحبش حالا کی میاد؟ شما کیف کام نکردی؟ من پیداش کردم. خدا خیرتون بده. همین؟ هم با این مجدگونی بیدی؟ برو یه جای خلوت. خواهی مجدگونی بیدی؟ برو حالا تا 2 3 4